فقط درست حاج آقا، خواهش میکنم. دادن مرخصی به زندانی ها دارای شرایط خاصه که یکیش رعایت موازین و قوانین درون زندان، حسن رفتار و نداشتن موارد انضباطیه. حاج آقا تو رو خدا، آرزوی هر دختر اینه که تو عروسیش پدر مادرش باشن. اگه شما به بابای من مرخصی ندی آبروم تو عروسی میره ها. اون وقت من چطور جلو خانواده‌اش رو برم سرمو بلند کنم؟ گذشته از این حرف حاج آقا، شما خودتون بهتر میدونید. مراسم عقد کنون، خوندن خطبه، جاری شدنش اصلا بدون حضور پدر عروس که مشروعیت نداره. برای این امر هم قانونگذار پیشبینایی لازم رو تدبیر کرده. منتها متاسفانه پدر ایشون رفتار و کرداری از خودش نشون داده که این تصمیم رو واسه ما سخت کرده. جدا از اون چکی که برگشت خورده و به خاطرش هم تو زندانه، با این همه توبیخ و تعهدی که آقا صابر پیش ما داره، نمره انضباطی چنده؟ 0. التماستون میکنم حاج آقا، منم این دخترتون. اگه شما تو عروسی دخترتون نباشین چه حالی بهش دست میده؟ چشم، ولی اجازه بدین دنبال یه راهکار قانونی باشیم. قول نمیدم ولی تلاشم رو میکنم. بیا تو برو. تجلی من با تو چی کار کنم؟ حاج آقا به جون تکدان دخترم من هیچ کاری نکردم. هر دفعه که این لاپورتو میدن شما میاد سلول من عوض میکنید. اون دفعه من فرستادید اون سلول. نکنید حاج آقا این کارو. اون سلول از در دیوارش سوسک میباره. من از سوسک دیدن چندشم میشه. نه اینکه بترسم ها، چندشم میشه. تو کی میخواد درست شی صابر؟ باشه چشم، شما منو ببخشین، من همونی میشم که شما میگین. اتفاقا حاج آقا دیشب یه فرشته اومد تو خوابم گفت صابر درست شو، صابر اینقدر حاج آقا رو عصبانی نکن. فرشته بهت گفت که حاج آقا رو اذیت نکن؟ بله، تو خواب بهم گفت. 2 بال داشت به این بزرگی. اون وقت بهت نگفت که با مرخصیت واسه عروسی دخترت موافقت شده؟ نه حاج آقا، تا اومد بگه از خواب پریدم. کنندگان عزیز، وقت ملاقات تموم. چی فرمودی حاج آقا؟ مرخصی؟ عروسی دخترم؟ اگه قول بدی مثل بچه آدم بری و برگردی، 2 روز مرخصی بهت میدم که تو عروسی دخترت حضور داشته باشی. برم حاج آقا پاتون کجاست؟ پارو بخوای چیکار؟ میخوام آچش کنم. لازم نکرده. واسه زری جات. وایسا. چشم. باور کنی حاج آقا، من همین یه تکدان دختره دارم. از اون اول آرزو میمود که یه روز رخت عروسی تو تنش ببینم. بشه بقلم دستتون رو ماچ کنم حاج آقا. گفتم لازم نکرده. واسه زری جات. فقط از قول من به دخترت بگو من کادو عروسیشو صحیح و سالم تحویل دادم. حاج آقا خیلی با انصافی. اجازه بده روتون رو ماچ کنم. لازم نکرده. برو بیرون. برو. چشم. ببخشید حاج آقا، لاغر اون کادو عروسی رو بده خودم ببرم دیگه. کادو عروسی توی تحفه دیگه. گفتم برو. خدا اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگه نامهربون بودیم و رفتیم، بری که برنگردی ما که از این قفس پریدیم. امیدوارم همه تونه بیرون ببینم. یکی نداره فهم میکنه برای همیشه رفتی. ببین اگه پشت سرتو دیدی صابرم تو این سلول میبینی. عوض ما تو عروسی دخترت کلی غیر بده. حتما این کاری میکنه. عروسی تکدان دخترمه. میگه غیر تو کمرم فرابونه، نمیدونم کجا بریزم. عروسی صابر تجلی به جمع دیره.
رفتیم آقای سلیمانی. سلام. سلام به آزادی. سلام علیکم. من اکبری هستم. شما هم آزاد شدی آقای اکبری؟ کدوم بند بودی؟ من تا حالا ندیده بودم شما رو. بریم؟ نه اصلا که اشتباه گرفتی. باید دنبال کسی دیگه بری. عزیزم مگه عروسی دخترت نیست؟ بده من دست راستو. آقای اکبری عزیز من یه دقیقه واسه میخوام 2 کلمه باهات حرف بزنم. چی شده؟ من 2 روز مرخصی گرفتم واسه عروسی تکدان دخترم. خود حاج آقا راشدی هم به من اجازه دادن. شما چی میفرمایید؟ خدمت شما عرض کنم که خود حاج آقا راشدی به من دستور دادن که شما رو صحیح و سالم ببرن، صحیح و سالم برگردونم. افتاد؟ نه خیر نیفتاد. آخه این که نشد مرخصی. من اینجوری نمیتونم پای اقنام دختر ما امضا کنم. نگران اونجا شباش تومه نکن. من اون موقع دست باز میکنم. ساکت رو میخوام بریم. پس بگو دوست داشتنی هستی. ساکت بنا. رفتیم. بریم. گابمون زهید میگم حالا که قرار دو ما به شما بس بشه خودت منو به یه سمتی بکشون. یعنی چی؟ این سمت چپی ها زن دوممه. اونم صدا بچه هم و اونم برادر زنمه. سمت راستی زن اولمه اونم دخترمه. سلام علیکم. اونم دامادمه. اگه خودم اقدام کنم به یه سمتی برم و اون یکی سمت چشمو از کاسه در بیارم. چطوری؟ خوبم. خیلی ممنون. تو چطوری؟ شکر بد نیستم. آقا صابر جان سوغاتی چی آوردی؟ زندون که سوغاتی نداره. زاهدی تصمیم کرده امسال 1 میلیون میکنه رفتی شما براشون کلوچه و زیتون پرورده بیاری. آقا صابر بهش بگو دوباره شروع نکنه ها. خب من به اون 3 تا پسر بچه که نمیتونستم بگم باباتون رفته زندان، گفتم رفتی مسافرت. آقا صابر بهش بگو مثلا وقتی شروع کنم چه اتفاقی میفته. شما که قرار شب بیای بری خونه ما، بهش بگو بره بشینه ماشین عقبی راحت درد سرم درست نکنه. صابر بهش بگو من زن اولم، اولویتم با منه، اگه قراره برم با هم میریم. پاشو. اولویت با اون 3 تا بچه است، نه با نغمه خان. 3 تا بچه پس نغمه چی میشه؟ الهی ننش براش بگرده. اگه نغمه بچه بود که شوهرش نمیدادی. من نمیفهمم این حرفا رو. صابر بلند شو با هم دیگه بریم ماشین عقبی. اون وقت یه چیزی به این میگم دلش میسوزه ها. جرأت داری تکون بخور، مثلا با این حرف نمیزنم. صابر خان حواستو جمع کن، بهت گفته باشم یه چیزی بهش بگو. وای سرسام گرفتم. ای بابا بشین بچه سرسام گرفتن. تو برای چی میخندی؟ دعوای هوا رو تا حالا اینجوری ندیدم. خیلی بامزه است. بفرمایید چه چیز بامزه‌ای میبینین منم بخندم. قیافه باباتو ببین بنده خدا رو. یه بستنی بردار روتو نریسی ها. بفرمایید. یه غلم میخوره کافیه. حالا چرا اینجا واسدادیم؟ گفتم یه کمی 2 تا آروم بشن. سر راه میخوایم بریم مزون لباس عروس پرو کنیم. حالا نمیشه زن شوهر با هم بریم؟ بابا اذیت نکن دیگه. خودت گفتی میخوای نفر اولی باشه که منو تو لباس عروس ببینی. آخه میدونی چیه؟ من میترسم اون 2 نفر آبروبری کنن. در ضمن پول همراه نیست. عیبی نداره. سینا پول باهاشه. یکم بیعانه بعد برای ماشین عروس و فیلم برداری بدیم. همین. حالا من ای بابا تو که همه بستنی ها رو ریختی رو خوده. برو پیش مادره. بدو. بچه هست دیگه. قلیون میکشی یا بستنی میخوری؟ به به. با اجازه مادرم بزرگترا دایی جون عباس که خیلی زحمت منو کشیده دیگه
منظوری ذهن ندارم. با اجازه همه. بله. خجالت بکش. ای بابا پشتک و بارو که کار درست نمیشه. سرکار جون دست منو واکن. این شریفیه. اصلا رو سلیقه مامانت حساب نکن. ببین رو سلیقه ایشون حساب کن که نداره. ولی مامان برو ببین حالا آینه نگاه کن. آره سعی کن ببین که بالا بیا با همه موافقه. سلام. سلام. به به خانم زحمت کشی مثل شما باید خسته نباشید گفت. متشکرم. ایشالله که عروسی خودتون. ایشالله. ببخشید میخوام موضوع عوض کنم. شما اینجا دستشویی دارید؟ بله یکی داریم. خب اون یه دونه رو دارید. وقت پشت بوم هم دارید؟ بله از اینم یکی داریم. البته هر خونه ای داره دیگه. خوبه. وقت این دستشویی به پشت بوم راه داره؟ آره دیگه هواکش داره دیگه. نه راهی مستقیم به پشت بوم میخوام. یه حیاط خلوت اینجا داریم. خب که یه نردبون گذاشتیم، نردبون چوبی، پایینش دستشویی هست، برید بالا دیگه پشت بومه دیگه. ببخشید حالا من موضوع رو عوض میکنم. چطور مگه؟ میدونی چیه؟ من میخوام برم اونجا سیگار بکشم. آخه میدونی زن اول و دومم از سیگار کشیدن من خیلی بدشون میاد، مخالفن. ببخشید مگه یه نفر میتونه 2 زن داشته باشه؟ چرا؟ میشه. اگه حقوق جفتشون رو رعایت کنید میشه 2 گرفت. من این کاری کردم. میشه خواهش کنم رای پشت رو به من نشون میدین؟ یواش اونجا خیلی خوب. بایستون. دیگه بوش احساس میکنم. سلام ای آزادی. ممنون ای پرنده از خوش آمد گویید. سلام به پرواز پرنده از قفس. سلام به آزادی. آفرین. الو اومد بله جانم. بازم تکرار میکنم جوگیر نشی ها.
دوچار توهمم نشیا. چی؟ نه بابا جوگیر چیه؟ من این حرف چیه شما؟ نه خیر من حواسم هست. فقط مواظب باش که فکر فرار به سرش نزنه. در ضمن با خودش و خانواده‌اش هم مهربون باش. اطاعت میشه. پس من منتظر دستورات بعدی هستم. مفهوم شد. خداحافظ. مورد شور این تلفن رو ببرن. خب این چیه؟ بیسی میدادن دست ما دیگه. ای بابا ببین من نمیدونم بعد برگردیم زندان. گفت زندان؟ بله زندان. من به سلامتی فردا عروسی دخترمه. حاجی هم 2 روز به این مرخصی داده. تو هم روانه من کرده که فرار نکنم. و کارتو خوب انجام بده دیگه. ببین اگه هنومندون هم باشه بخواستی فکر فرار به سرت نزنه تا من برات نگردم زندان. فهمیدی؟ من کی فرار کردم؟ بابا من که الان اینجا پیش تو هم. خب من الان تو رو بستم که پیش من دیگه. کی بود داشت درخت میرفت بالا؟ ها؟ کی بود؟ عزیز من، جان من، اونجا بهت گفتم بازم بهت بگم من قصد فرار نداشتم. واسطه بودم دیدم بالای درخت بچه کفتر داره پرپر میزنه. پدر مادرش هم اون بالا نشستن رو سر خودشون میزدن گریه و زاری داشتن جیک جیک میکردن. تجلی اینجا من چیزی نوشته؟ از کی تا کفتر جیک جیک میکنه؟ آها اکبری جون حالا منظور آقا جونم همون بقبقه بوده دیگه. تو هم بیخیال شو. نه گفت جیک جیک. من خودم شنیدم همون جیک جیک درسته. ببین عزیزان شما هم اگر جای اون پدر مادر بودی وقتی میبینی بچت بالای درختون شاخه ها داره پرپر میزنه به جای بغبغو جیک جیک میکرد. حالا سومه نکن. فهمیدی؟ من الان زنگ زدم بیام با توپ و تانک و هلیکوپتر بردارم ببرنت. وقتی بردنه به جای جیک جیک و بغبغو قارقار میکنی. فهمیدی؟ بابا من چه آدم مهمی شدم. صابره تو هلیکوپتر با یه گردن میخندی؟ بابا من آدم مهم باید بشینی رو بالش ببرنه. بابا قلبم گرفت. ثابت میگه میگه شوهرگاه شانکانری مرده. چی شده؟ جمعش داری در دیوار رو نگاه میکنی؟ دارم راه فرار رو چک میکنم. مسئله امنیتیه. این تفلک چنه جسد افتاده اینجا. جسد؟ چیه ترسیدی؟ گفتم جسد دیگه. منو ترس؟ ببین آقا بستر من یه جایی پست دادم توی بیابونای ورشدا که تو الان با تانکم اونجا بری گیس سرت نمیمونه. فهمیدی؟ یا نگیرت حتی خوبه. آرام بخش بعدی رو شب پیش تزریق کن. چشم آقای دکتر. آقای دکتر چطوره؟ صابر چطوره؟ الهی بگردم براش اگه هر اتفاقی افتاده به من بگو. من طاقتشو دارم. مردنیه. مریض شما مشکلی نداره. نوار قلبشو دیدم سالمه. خب آقای دکتر پس چرا بنده خدا رو بستری کردی؟ در هر صورتی شد که عصبی بهش وارد شده قلبش درد گرفته. براش آرام بخش نوشتم که امشبم تحت درمان میشه. آقای دکتر فردا مرخص میشه. من دخترشم. فردا هم عروسیمه. بعید میدونم براش مشکلی پیش بیاد. شاید استرس جهاز شما این مشکل رو به وجود آورده. بله آقای دکتر باور کنی کمر ثابت جان همین خرج و مخارج عروسی بود که شکست. عجب آدمیه سینا. بهش بگو خرج مخارج عروسی کمر کیو شکسته. آقا سینا بهش بگو اون خونه‌ای که توش نشسته حق بچهای قد و نیم قد منم هست. سینا بهش بگو به ما چه مربوطه؟ تو راه نرسیدی عطا اوتا دراز و کوتاه آوردی. خرج عروسی به خونه چه ارتباطی داره؟ بهش بگی تا کور شود هر آن که نتواندی. بگو ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله. چشم ماشاءالله. خانوما چه خبر اینقدر سر و صدا راه انداختید؟ ناسلامتی اینجا بیمارستانه. ببخشید چشم. جریان چی بود؟ بیمارستان گذاشته بودن رو سرشون. ببین با اینا خیلی حرف نزن. بیمارشون رو با دستبند آوردن. 2 تن زن داره. نه بابا
ماموره میگفت ماجرا امنیتیه، یکمی متوهمه. ببینم ماجرا امنیتی یعنی چی؟ بیا تا برات بگم. ازم تجلی بابا تو که ما رو نصف ترک کردی، ما فکر کردیم مردی، تو دروغ میگویی. ازم من طاقتشو دارم، یعنی کارم تمومه. نکن بابا، ازم کیه؟ من اکبریم. تجلی راهل تویی؟ تجلی حرکات شنی چی انجام میدی؟ من اکبریم، من حسین دست دارم، صدام کلفته نکن. آقای اکبری با چرا داری با شوهر من کشتی میگیری؟ دیگه این جسد چی میخوای ها؟ من کاریش ندارم، این دست منو گرفته، نگاه کنی تا دست منو گرفته بود. آخه عزیز من شما چطور دلت میاد با یه بیمار قلبی اینجوری رفتار کنی؟ ببینم بابای خودت هم بود اینجوری قلاده مینداختی گردنش؟ سینا بهش بگو قلاده مال سگه ها، درست حرف بزنه، با این مثال پسالم واسه شوهر من دلسوزی نکنه ها. آقا سینا بهش بگو اولا خودم میدونم قلاده مال سگه، میخواستم بگم دستبند، در ثانی اسم صابر تو شناسنامه منم هست، لازم نکرده واسه شوهر من دلسوزی کنه. چی گفتی؟ داشتم میگفتم چرا دعواتونو نمیبریم بیرون. تو واسه چی میخندی؟ این آدمی که اینجا خوابیده بیماره، مگه دکتر نگفت استرس برای قلبش ضرر داره؟ ببینم شما دوتا عروسی فردا رو به عزا تبدیل میکنین یا نه. تقصیر اینه دیگه مادر. دروغ میگه نقمه جان، تقصیر خودشه. اجازه بدین، دیدین که رئیس بخش گفت فقط یه نفر میتونه پیش بابا بمونه، اون یه نفر هم منم. حالا بفرمایید بابا میخواد استراحت کنه. من خودم پیش آقا جون میمونم. لازم نکرده، شما مامان و راهله و بچه‌ها رو ببر خونه تو به کارهای فردا برسن. هیچ کاری واسه فردا نمونده، همه چی هم حله. بیا ماما اینا رو ببر خونه، من خودم پیش آقا جون هستم دیگه. آقا جون گفتم من نمیخوام خانواده تو بفهمن که بابای من بستریه، اما از این نیش زبون مادر شوهر. چرا بی خودی بحث میکنی؟ مریض زن داره، زنش هم پیشش میمونه. راست میگه، زن داره، زن اول داره، زن اولش هم پیشش میمونه. اون بنده خدا اگه از زن اول خیلی دیده بود که زن دومو نمیگرفت. مگه نمیبینی از زن دومش خیلی دیده، یه پاش تو تخت بیمارستانه، یه پاش تو زندانه. تو چی میگی؟ چی شده؟ چیزی گم شده؟ نه پس مسئول این آبسامانیا کیه؟ بابا ناسلامتیش بیمارستانه و شهربازی کردید هی جیغ میزنی. اگه قرار باشه کسی هم بمونه اون منم، نه شما. بسلام. واه 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 واه، وقتی این زنها و بچه‌هاش نیستن و آدم آرامش داره. من نمیدونم شما دوتا برای چی اینقدر اصرارش میکردین پاشه بیاد عروسی؟ ما به احترام آقا جون اصرار کردیم. با این اوضاعی که من میبینم شانس آوردیم اگه مراسم فردا به خوبی و خوشی برگزار بشه. ولی من بهت قول میدم تا فردا حالا آقا جون خوب میشه. شک نکن، آقا جون هیچ چیز نیست. چیزیش نیست؟ نه، من فکر میکنم آقا جون خودشو عمدن زده به مریضی قلب درد که بر نگردونن این زندان. میگم نقمه حالا نکنه واقعا تو این هیروویری آقا جون فکر فرار بزنه به سرش. نه بابا نمیتونه، این مأموره همش دنبالشه. شما دوتا مثل که راستی به صابر مشکوکینا. بابا این حرفا چیه؟ تفلک رنگ به رخسارش نبود. من فقط هدفم اینه مراسم فردا آبرومند برگزار بشه، اونم با حضور آقا جون. میرم بالا. اینجاش منو میخواستم. آی یه کاره من نمی‌بینی من خوابم. سامان نکن دارم سریال میبینم. از قرار معلوم تو اینجا موندی مراقب من باشی، نه اینکه سریال تلویزیون تماشا کنی. من اینجا واسه جلوگیری از فکر فرار، فهمیدی؟ واسه میگه فرار؟ آخه مردی هستی، مگه من دیوانم به لطفی که حاجی آقا راشدی در حق من کرده؟ بهش پشت پا بزنم. چطور چرا قفلی میزنی؟ این تیک گرسنگیه،
من وقتی گرسنم میشه تیک میگیرم. غذا تو آورده بودم ولی چون غذای خودشون کم بود من غذای تو رو خوردم. لطف فرمودی. پس لاغر تشریف ببرید یه ظرف سوپ واسه من بیارید. سوپش هم خوب بود. میگم اگه سیر نشده بیا منم بخور. مرد حسابی من مریضم. لااقل برو بگو یادی که نون برای من بیارم. من حرف زدی نفهمیدی آخرش چی شد. برو آخرش من برات تعریف میکنم. بله. آقا صابر جان زنده ای؟ شماره اینجا رو از کجا گیر آوردی؟ دیدم موبایلت خاموش از 118 گرفتم. ببین آقا صابر جان مرگ شطوریه که دم در خونه همه میخوابه. دور از جونه صد دور از جونه. اگه بعد 120 سال یه وقت سایه‌ای تو از روی سر ما کم بشه هیچ با خودت فکر کردی سر من و این 3 تا بچه قدر چی میاد؟ رایل خانم الان وقتی این حرفا نیست. من کار واجبی دارم. آخه چه کاری واجب تر از من و این 3 تا بچه؟ چی میشه نصف اون خونه مال ما باشه؟ خیلی خوب نصف اون خونه مال شما. گوشه رو قطع کن دیگه هم زنگ نزن. الو باشه پدر جان چشم. شما خیالتون راحت باشه دیگه. باشه نغمه‌رم میارم. بله قربان شما خداحافظ. سینا تو که اوضاع منو میبینی الکی واسه چی قول میدی؟ نغمه مادر چرا بدخلقی میکنی؟ قربونت برم شب عروسیت مادر. بفرمی. آخه مامان جون قولش الان آقا میده پس فردا که من وارد زندگی شدم خب مادر کار کنم؟ کل فک و فامیل ریختن خونه بابا اینا میگن عروس اومدن میخوایم ببینیم. بابا ناسلامتی شب عروسی مونه دیگه. من که اصلا آمادگیشو ندارم. میترسم بیام اونجا هم اوقات اونا رو تلخ کنم هم لو بدم که بابا بیمارستانه. من گفتم آقا جونو بردیم بیمارستان. برای چی نگرانشون کردی؟ گفتم حالش بهتر شده وگرنه که الان همشون راه افتاده دادم رفتن جلو در بیمارستان. ببین سینا تو برو به مهمونیتون برس. اگه سراغ منم گرفتن بگو بالا سر باباشه. اصلا حرفشو نزن. اگه قراره اینجا بمونی منم میمونم. بهت گفته باشم بدون تو هیچ جا نمیرم. ای بابا نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزنه. من میگم یه کاری کنیم اصلا پاشیم هممون بریم دوباره بیمارستان. خیالمون هم اینجوری راحت تره. خطشون دائم اشغال میزنه. بابا یه کاری بکنی. من مطمئنم که متهم هنو فرار نکرده. خب من چیکار میتونم بکنم؟ الانم که اینجا وایسادم بدون اجازه مسئولم دارم باهاتون همکاری میکنم. شما باید حواستون جمع می‌کردید. شما نباشه. من حواسم جمعه. میدونی من بعد از اتمام این مأموریت قراره برم سر اون مأموریت. یعنی که قراره بادیگاردی آدم مهم بشم. ببین آقا بهترین راه اینه که خودتون تشریف ببرین حراست. کار خاصی هم از دست من بر نمیاد. خوب گوشاتو جمع کن ببین چی میگم. الان کل این ساختمون با هلیکوپتر تحت محاصره است. اگه متهم فرار کنه هم شما رو سیاه کبود میکنن هم واویلا. خلاصه مسئله امنیتیه. آقای عزیز
خجالت داره به خدا. دشمن تو خجالت داره؟ باور کنید من قصد فرار نداشتم. این آمپول اینقدر ترس داره که شما به خاطرش فرار میکنین؟ این آمپوله خانم دکتر؟ بله. مال آدم هاست؟ بله. آخه این آمپول واسه چی؟ مگه مریض اتاق 309 نیستیم؟ من 300شو یادمه ولی نه خوردهش یادم نیست. شما تازه عمل کردیم. اگه میخواین زودتر مرخص بشیم باید به حرفای دکترتون گوش کنیم. روشنه؟ بله روشنه. پس با زبون خوش بریم بخوابین رو تختتون تا حراست بیمارستان خبر نکردم. حراست؟ من کجا باید بخوابم؟ فهمیدم چی شد. پس این دامادش وایستاده اینجا که این ملعون رو فراری بده، ولی نمیدونه اینجا یه موجودی هست به نام اکبری. هنوز با پلیتیکای اکبری آشنا نشدم. حالا باید به مرکز گزارش بدم. مرکز؟ هلو مرکز؟ کدوم مرکز آخه؟ این واقعی که میدونی دست ما دیگه. ای بابا دیدی درد نداشت؟ اینقدر میترسیدی؟ خدا خیرت بده خانم دکتر. اندازه یه نوشابه خانواده سرنگ فرو کرده به ما، تازه میگی درد نداشت. عوضش اگه جواب آزمایشاتت خوب باشه زودی برمیگردی سر کار زندگیت. حالا ما خیلی راحت استراحت کن. باشه چشم. بفرما. من وصیت میکنم که تمام مال و اموالم به خصوص خانه اعظم زنه بیوفا و بدجنس نام ربانم برسد به راحل خانوم همسر گل و فداکارم. چی شد؟ به هیچ عنوان نمیذارم بریم داخل. من میگم شما دوتا بی خودی حساس شدینا. صابر آرزوش بود عروسی شماها رو ببینه، مگه میشه این دم آخری پا به فرار بذاره؟ بابا رو هم من میشناسم هم شما. مامان یادت رفته اون اوایل میخواست توی سلولش با قاشق تونل بکنه فرار کنه؟ هه به بابای من میخندی؟ سینا امنیتی فوق امنیتی. تازه خود ماموری که بادیگارد ویژه یه آدم گنده‌ایه گفت 2 تا داره بیمارستان محاصره پلیسه. یه خورده نه بابا طرف من جاسوسی رئیس باند قاچاق رو بالا واسه اون آدمی که تو میگی که بیمارستان از زمین تا هوا محاصره نمی‌کنن که آدم میترسه. به خدا برش کن. من برم جواب آزمایش اتاق 309 بدم برگردم. آره میخوای تو پولیای به سر صورتت بزن همونش که من جواب آزمایش بهش میدم بره. چیه؟ ببینم این مصطفی الماسی تویی؟ آره خودمم. چطور مگه؟ درد داشت. مرض واسه چی میخندی؟ تو از آمپول میترسی من با جاروشو بکشم؟ آره میترسم، ولی تو هم یه ریگی به کفشت هست، وگرنه میگفتی تو رو به جای من اشتباه گرفتم. این فضولی ها به تو نیومده. حالا بگونم این آمپولی که منزد چی بود؟ مرض چیه؟ آپاندیس هم عمل کردن، تا ترکم میدن یه دردی میاد سراغم. مثل معتادی. انگل جامعه. اعتیاد بیماری است و فرد معتاد بیمار. انگلم خودتی. میزنم دک بوزتو به هم میریزم. اونایی رو که زدی تو اون بخش خوابن. خوشم بیا بگی سرتت بخواه. موبایل خاموش کرده. خب حتما مادر خوابیده دیگه. این بابایی که من میشناسم حتما یه کاسه زیر نیم کاسشه. خیلی دلم می‌خواست بیام ولی خب نمیتونم بیام.
کجا آقا؟ سلام خانم دکتر. خسته نباشید. راستش یکی از همکاراتون یه آمپول خانواده به من تزریق کرد، گفتن که یه خود قدم بزنم دردش کمتر شه. همکارم فرمودن با ویلچر قدم بزنی؟ آخر عرض کردم که گفتن که قدم بزنم. شما هم جای دختر من اونجایی که آمپول زده یه خودی دردش درد میکنه، گفتم با ویلچر قدم بزنم. اصلا همراهت کجاست؟ خاموشه، باتری نداره، یعنی مال خودم نیست، تا همراه دخترم داده هم پیش من باشه. تلفن همراهتو نمیگم که، اون کسی که شب مونده ازت مراقبت کنه رو میگم. اصلا کدوم اتاقی؟ 319. چی؟ 309. خانم تو دیدم رفت بیرون. بیا اینم جواب آزمایش شده، جا گذاشته اینجا. صبح دکترت اومد بهش بده. مال منه؟ یادت نره ها. خدا شما. خدا بد نده. شکر خدا بهتره. خطر رفت شده. مرخصش کرده. نه درست نیست. مرخصش هم کرده باشن این پیرمرد نواز سر بواسه. آقا خدا خیرتون بده. شما خودتون کسالت دارید. دکتر من هواخوری و قدم زدن تجویز کرده. منتها چون من آدم تنبلی هستم یه ویلچر برداشتم این طرف و اون طرف میرم. حالا مگه اشکال داره یه ثوابی کرده باشیم؟ شاید از دعای خیر شما ما هم از سخت بیمارستان رهایی پیدا بکنیم. آقا ما خلاص شدیم. خلاص؟ به هر حال شرمنده‌مون کردی. خواهش میکنم دشمنت شرمنده باشه. من خودم خواستم یه خیابون بعد از بیمارستان همراهیتون کنم که خیالم راحت باشه. پس اجازه بدید تا بیمارستان برسون. نه این همکارات چیه؟ دکتر گفته پیاده روی کن که یه خود پاهات باز شه. برام خوبه. خب بیشی باشه فرمون که برو به سرابت قدر پدرم بده. اگه باشی تو عشق خوندنی میشه. آقا واسه دایی جون ناز نفست، من پول امرام نیست، منو تا یه مسیری برسون. نه آقا جون من دارم میرم خونه. قربونه دارم تو که داری خالی میری، خب منم برسون دیگه. ول کن آقا درو، مگه چونت سیر شدی در آوردی پایین؟ معرفتی چسبودی کمه با توف کردی. برو بینم. خسته نباشی. زنده باشی. ممنون. الو بفرمایی. الو چیه؟ من صابرم. صابر کیه؟ صابر چیه؟ صابر منم، شوهرت، بابای بچه ها. آقا چرا دروغ میگی؟ شوهر من بیمارستانه، رو به موته. رایل ضد حال نزن دیگه. بابا من صابرم به جون تو، الان پشت دارم از بیمارستان جیم زدم. اگه واقعا راست میگی ما چند تا پسر داریم؟ هلوش 3-4 تا. خوبه؟ آقا صابر جان وایسا اومدم. ببین در بازگاه خرابه. به حدس میزدم که این طرفا پیدات بشه. خودتو زدی به مریضی که پاشی بیا اینجا. معلوم است اینجا چه خبره؟ کلکتو نگرفت خانوما. نه به جون اعظم، کلک کدومه؟ این حرفات چیه میزنی؟ من خودم به موش مردگی زدم از دست اون سربازه فرار کنم، همین. خوبه میخواستی این آدم به هم بگی میخوای بری پیش این یکی زنت. خب حالا که میبینی اومده پیش این زنش، این که دیگه قشون کشی و لشکر کشی نداره که. جون اون ماماناتون باز شروع نکنین. ببین اعظم خانوم،
من به خاطر این اومدم اینجا که میدونستم اون مأمور خونه تو رو بلده. اینی که نقشه کشتم فرار کردم اومدم اینجا. بابا یعنی تو دوست نداری عروسی منو ببینی؟ تو جون منی. پس من چیتم؟ تو قلب منی. پس من چیتم؟ تو روح منی. اون وقت من چیتم؟ تو اسرائیل منی. فعلا گوشی رو جواب نمیدن. فکر کنم بچه‌ها ماموریتن. بهتر. خنده کنی؟ سریع ماشین روشن کن برمیگردیم زندان. من همینجا در حضور 2 زنام 4-5 بچه‌هام و دامادم سوگن یاد میکنم که اگه این دفعه خیال فرار به سرم زد خدا منو بکشه. ولی یه چیزی میخوام بهت بگم آقای سرباز، اگه یه دفعه دیگه به سر زن و بچه‌م داد بزنی یا همچین فرار میکنم که یه عمر حیرون بمونی. تجلی تو که خودت تنهات واسه من رنگی نداره، ولی این نفر رو به خاطر خودت و خانوادت میبخشم، ولی وای به حالت اگه فرار کنی. اون وقت اگه فرار کنی پای خانوادت هم گیره. خانواده واسه چی؟ خانواده واسه چی؟ واسه اینکه اگه تو فرار کنی من یه گزارش مبنی بر اینکه خانوادت هم دستی داشتن تو فرار تو پر میکنم، همه‌شون رو میفرستم بازداشتگاه. شیفم شد؟ خدا بگم چی کارت کنه مرد. بابا روز خوشیمونه ببین چه جوری زهرمارمون کردی. تو باشو برو بگی بخواب، من بیدارم. آخه خوابم نمیبره، همش کابوس میبینم. مامان اینا نیومدن که. آخه قربونت برم من، سفره عقد چیدن زمان میبره مادر من. این دایجون عباس هم که یک سر زنگ میزنه به من قر قر قر. خب بیچاره حق داره دیگه، رفته دم گل فروشی ماشینو برده، اون وقت اصلا داماد معلوم نیست کجاست.
سر جاشه. تو به جایی که کمکم کنی اینجا فرار کنم میگی بذار سر جاش. اینجوری؟ مگه به فکر آبرو دخترت نیستی؟ یواش حرف بزن. این خوابش مگه از وزن بیدار میشه؟ بله من برای دخترم رو مرخصی گرفتم، ولی من 1 سال و نیم تو اون زندون به خاطر اینکه زامن شریکم شدم دارم میپوسم. 1001 درد اومده تو بدنم. حالا بذار چیز بهتون نشون بدم. بیا اینی دیروز تو بیمارستان دکتری داد بهم. بازش کن بخونش. چی؟ انگلیسی نوشته، تو نمیتونی بخونیش. نوشته من آپاندیس قلبی دارم. آپاندیس قلبی؟ آره، این دردیست که سراغ هر کسی نمیره. چی شد؟ 2 نفر داشتن که حرف می‌زدن، شما ندیدینشون؟ نه بخواب. شما اینجا چیکار می‌کنی؟ چای بیارم واسه؟ فقط نوشابه. باشه. الو دایی عباس شمایی؟ آرزو معلوم است امروز اونجا چه خبره؟ دایی این چه مسخره بازیه که امروز شما سر من در آوردین؟ بابا من چیکار کنم؟ من خودم هم مثل خر تو گل گیر کردم. ها؟ نه بابا از صبح اومدم مزون این دختره هنوز نرفته بعد آرایشگاه. با این حساب آبجین نسیم سر کاره دیگه. بذار من یه زنگ به داماد بزنم ببینم میتونم پیداشون کنم. باشه خداحافظ. چی شد؟ این چیه؟ دست کلید سرکار اکبری بیچاره. اینم کلید دستبندش. دست تو چی کار میکنه؟ از پدر محترمتون گرفتم. قصد فرار داشتن که خب دیگه منم غافلگیرش کردم. خاک به سرم. انگار نه انگار دیشب به ما قول داده. اینو آورده به من داده. میگه من تو زندان آپاندیس قلبی گرفتم سینا جون. اینو از کجا آورده؟ برگ آزمایش خودشه تو بیمارستان. آخه من نمیدونم آپاندیس چه ربطی به قلب داره. این حرفا کدومه بابا دوباره شد. خطا میکنه. واسه فک و فامیلای منو مسخره کردی؟ سینا مادر موبایلت خودشو کشت. من فضولی نکردم ولی امازونه. چی؟ وای ساعت 8 قرار داشتم مزون. آرایشگاه. بابا آخه این همه آدم که توی ماشین جا نمیشیم. مسئله نیست، من الان برات حل میکنم. من و تو نخمه جنو برمی‌داریم میبریم آرایشگاه، از جناب اکبری خواهش میکنیم یه آژانس بگیره بچه‌ها رو ببره خونه ازم. چطور آقای اکبری؟ نه بابا ببین این جینگولک بازی‌ها بخوای در بیاری آبم تو جوب نمیره. یا برمیگردیم میزنی یا منم میام. روشن کن بریم آقا. عزیزم اونجا که نامحرم نباید بره، اونجا آرایشگاه است که نمیفهمی تو. صابر اونجا آرایشگاه زنونه است، محرم نامحرم نداره، نمیشه بری اونجا. خانوم نمیخواد بیاد توی آرایشگاه، میخواد بیاد دم در آرایشگاه. که منم همینو دارم بهش میگم. بریم آقا. اینجا بینم. چیه؟ نکنه تغییر جنسیت دادی میخوای بری موهاتو سنیان کنی؟ نه خیر، میخوام برم اونجا خودم شکل تو بکنم. این موضوع حرف زدنش باش بدون داری با کی صحبت میکنی ها. ببین اگه بخواد زدال بزنی همچین فرار میکنم که داغشو میذارم تو دلت. تو بخوای فرار کنی با این طرفی. آقا بس دیگه زله شدیم.
آقا جون دیر شده، شما یه لطفی کن، مراقب بچه‌ها باش، منم خانوما رو برسونم آرایشگاه. اصلا یه کاری میکنیم، سینما رو برای آرایشگاه، بعد میاد اون عروس، بعد از بابا بقیه میرن مزون لوازم عقد میگیرن، میرن خونه معظم میمونن، هم کاراشو میکنن، بریم آرایشگاه. موافقی؟ آره دقیقاً منم همین فکر کردم. گفتم این آقا زندانیه بود، گفتم اون فرار کرده عروسی به هم خورده، ولی خواب مونده بودن. آره بابا حالا مامان اونا رو ول کن، عینکم شکست. نه بابا رفتم تو اصلا از صبح همه رو دارم به زنگ میزنم. مادر من ماجراش مفصله به خدا، ما خودمونم همین الان رسیدیم جلو آرایشگاهیم به خدا. تو هم سری برو تو، من برسونم خودم گل فروشی. خیلی خوب، فقط تو رو خدا آروم رانندگی کن، حواست هم به بابا باشه. خیالت راحت باشه، اون بخوادم نمیتونه فرار کنه. نغمه بله بیا. چرا میدیش به من؟ بذار دست خودت باشه. نه من باش رو درواسی دارم، دست تو باشه سمتت نمیاد. بگیر اینو، صبر کن. بیا برگه آپانتیس قلبیش هم بگیر، دست خودت باشه. برو دیگه. خداحافظ. خواهش میکنم، چاکر شما. این دوست باش عباس آقا. چاکر آقا جون، بفرما. با اجازت 10 ترم برمیدارم پورسانت کی؟ آبجی نصری. اینم قابل شما رو نداره. با عزت. قربون شما برم. خداحافظ. من یک قلم پول امرو نیست. تو که اینقدر ارد میدی پول ماشین اولی رو حساب کن تا برسیم به دومی. چطوره؟ عزیز من سر پیازم یا ته پیازم؟ تو سری، تو سروری. به من چه؟ یکی دیگه میخواد زن بگیره من با خرجشو بدم؟ من کلا 1600 تومان بیشتر تو جیبم نیست. 1600 تومان؟ این همه اهن و طلب؟ عزیز من بقیهش تو آبره. خیلی خوب بیادش، شاید اون میزانیه پول داشته باشه ازش بگیریم. جمعاً شد فکر کنم این 970 تومن اینا شد دیگه. همش برشکست نشه مزونتون. خب آخه میدونید آخر هفته ها مامانم پولا رو با خودش میبره خونه دیگه. شما کجا رو نگاه میکنی؟ خب شما رو دارم نگاه میکنم دیگه. خب دیگه چاره‌ای نداریم، زنگ بزنی آقای داماد تشریف بیارن دنبال ما. نه میدونید یه کاری دیگه میتونیم بکنیم. یه ماشین خودمون میگیریم میریم سمت گل فروشی، بعد اونجا خب دامادتون داماد شما هست، بعد تو دایی خودم هم هست دیگه، حساب میکنم. خوبه دخترم. پس لطفا زنگ بزنید به آژانس بیاد این وسایل عقدم ورداره ببره. باشه چشم. دست درد نکنه. رفت؟ آخه واسه چی؟ بنده خدا 2-3 ساعت اینجا علاف شد، دید نیومدید رفت سمت مزون خواهرش. عزیز من یواش دیگه. یه گور میزنی این عروسی خودته. شما چرا تشریف آوردین؟ دیگه چیزی نیست که بخوایم ببریم. اگه ممکنه به خاطر رسم خانوادگی که ما داریم یه دست لباس، به من نگاه کنید خانم، من میبرم، یه دست لباس عروسی اضافه بیارید. پیرهن عروس؟ آخه ما یه رسمی داریم در شب عروسی یک دست لباس اضافه عروسی میگیریم، آویزون میکنیم به یه درختی، انقدر این لباس عروسی رو ما میزنیم تا اون داماده بفهمه که یه موقع عروسی دیگه رو سر دخترمون چی نیاره. شما این رسم داریم؟ نه نداریم، فقط ما داریم. چه رسمی جالبیه. البته من فکر میکنم که تو عروسی شما، البته شما خانواده عروس یادشون رفته که این رسم انجام بدن. نه دقیقا همینجوریه. فقط عذر میخوام اگه اشکال نداره یه کارتتونم بی زحمت بدین من برای مادرم. برای مامانتون؟ آخه میخوان عروسی کنن؟ نه خیر، یعنی برای خواهرم. خواهرتون؟ بله یه لحظه اجازه بدین. ببخشید. خودشون من دست شما در نکنم. فقط این شماره خودتونه دیگه اینجاست. نه خیر، نه اون شماره مامانمه. بله
یعنی شما باید به بالای زنگ بزنید تا از خودشون خواست. خودتون کارت ندارین؟ خیلی موقع خودم جواب میدم تلفن. اوکی، موزون چرا بسته است؟ اشتباه نکنم اینا امروز دارن ما رو بازی میدن. باشه همینو کم داشتیم. به خشکی شانس. آخ 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 آخ، نغمه دیشب موبایلشو داد با آقا جون. یه چی دیگه، اونم حتما تو بیمارستان جا گذاشته دیگه. شانس ماست دیگه، اینم شانس ماست. ببن اینجاست؟ آره احکاری جون، اون دوتا راننده ها رو چجوری بدیم؟ فهمیدم. یکیشون حساب میکنیم بره، به اون یکی میگیم آقا در اختیار وایسا تا داماد برسه. برای داماد بخواد زن بگیری 2000 تو جیبش هست دیگه، میدیم یارو بره. به قربون فکر بازت. اون 1700 تومنه بده ببینم. ببخشید شما خودتون تو خونه هیچ پولی چیزی ندارین؟ چرا بابا، ما کلی پول داریم دست این اون. من ولی فکر میکنم که اعظم یه مقدار پول تو خونه داشته باشه. بیا قربون معرفتیت. ولی یه مشکلی هست. چه مشکلی دیگه؟ این کلیده من نمیدونم کلیده رو من کجا گذاشتم. منو بکش تو. چیکار داری میکنی؟ این آخرش تمرکزم دچار لغزش شد، 2 تا پاچه‌ام خاکی شد. ببینم تو چجوری رفتی اون وقت؟ حال کردی؟ سلام رفیقم. این در که بازی؟ در باز بود. نگاه کن تو رو خدا، خونه رو میذارن به امون خدا، فکر نمیکنن دوز بزنه به خونه. بازم برای ما بد که نشد. خب کارم راه میافتاد عقب. بله حالا مهم نیست دیگه. من میگم زودتر بیاین پایین، کمک کنید این وسایل عقد بیارید، من به کارم برسم دیگه. شما تشریف ببرید، من الان میام. چیکار کنی؟ خیلی آقایی تو. میدونم. میگم میشه از این به بعد این دستای منو باز کنی؟ خب ببین من دستتو باز میکنم. خب فقط وای به حالت. ببین یعنی فکر فرارم به سرت بزنه، خدا اون روزو نیاره. هر چی که دارم اهم از چاقو، شوکر، اون یارو گاز اشکاوره، تفنگ، همه رو فرو میکنم تو تنت. همه اینا رو که گفتی راست بود؟ نه پس کلید دست کلید نیست. آخه من ماشین تازه از گل فروشی تحویل گرفتم، نمیتونم الان بیام آرایشگاه. شما نفهمیدین برای چی داره گریه میکنه؟ ما نفهمیدیم واسه چی. ببینم راحل خانم نکنه دوباره آقا جون دست گلی به آب داده. بعید نیست میدونی. سیری من که دستگیریت خواهی نمیکنن که شما نکن. جیبه رو بگرد، یکی به اونجا اونجا رو بگرد. حالا گشتی دیدی دست کلید همراه نیست. نه خیالم که راحت نشد. به هر حال میدونی ببین من ضریب هوشیم رو 1000، عمری نتونین سر منو گول بمالین. ای بابا شما که هنوز اینجا وایسادین. خب بیاین بریم وسایل سفره عقد بیاریم، من کارامو شروع کنم دیگه. ببین خانم محترم، من با این همه یال و کوپال اینجا نیومدم واسه مجلس مریم بگون. من ماموریت ویژه دارم. چه با جذبه. ببخشید دامادتونم اومدن پول ماشینا رو همه رو حساب کردن. بفرما.
داماد اورژینال به این میگن، همیشه به موقع میاد. من برم یه چیزی بهش بگم. چی شد؟ آخه آقا جون که سر ما رو گنده پیش اکبریه. من میگم حالا اشکای نغمه شاید به خاطر ذوق و شوق عروسیش باشه. آقا سینا شما خودتو خوب تحویل میگیری یا هر کی ندونه فکر میکنه نغمه با برد پیت ازدواج کرده. شما اصلا یه لطفی بکنید گوشی رو بدید به خود نغمه، من باهاش صحبت کنم. من که به شما گفتم که من اومدم بیرون آرایشگاه دارم بهتون زنگ میزنم، ولی خیالت راحت باشه الان یه کمی آرومتر شده. خب اما به گفته باشم هنوز با هیچ کی حرف نمیزنه. حالا منم نمیدونم آخه پاشم بیام اونجا، میترسم مادرم اینا شک کنن. یه لطفی کنین به مامان اعظم بگین ترتوی قضیه رو دراره، به منم بگی داستان چیه، منم از نگرانی درام. مامان اعظمتون فرمودن که کت شلوار صابر رو دادن خشکشویی تو کمد آویزونه. یه سفارش دیگه هم براتون داشتن، اونم این که گفتن به کت شلوارشون شما اتکلم بزنی، میخوان بشینن پلویشون عکس بگیرن بو خوب بده. فکر میکنه تو عکس بوی اتکلانه اونم میافته. باشه حالا ما تا کی باید اینجا باسی تا شما خوش بشی؟ ببین من نمیدونم، برمیگردیم خونه زن دوم راهله خانم. کلید اونجا بود، اگه نبود باشه به سینا میگم کارشو ول کنه بره خونه راهله، دست کلید برداره بیاره اینجا. منتها واسه شما واجبتر از حموم آفتاب حموم آب گرمه، چون الان داری میلرزی ممکنه سرما بخوری. چی؟ تو میخوای بگی با این وضعیت بریم با همون؟ اصلا شوخیش هم قشنگ نیست. چرا میریم همون؟ اشکال نداره. من چشامو میبندم تو دوش میگیری، تو چشاتو میبندی من دوش میگیرم. تو دروغ میگویی، تو میخوای منو ببینی. هی چه تو کردی وقتی بخواد جواب بده؟ این حرفا رو نزن کی من. خب آقا جون اگه اجازه بدی من یه سر برم خونه مادرم اینا، یه لباسی عوض کنم، یه دوشی بگیرم. خوشحالی خوشی بهتون خیس شده نه؟ این چیه؟ دست کلید کجا الان؟ کلید؟ کدوم کلید؟ مگه دست کلید پیش تو نی؟ کدوم دست کلید؟ دیدی؟ ناقلا من فهمیدم آخه. من منظورم دست کلید راهله است. من دست کلید رو بهت ندادم. آها بله صبح دادمش دست نغمه آقا جون. خیلی خب من نمیدونم ما وقتی یا باید کلید پیدا بشه یا ما باید برگردیم خونه و من سلامتمو درست کنم. نمیشه شما سر روز خودتون خوشگل می‌کنید ما رو زشت و خیس. ای بابا شما اصلا قرار نیست عروسی تشریف بیارید. شما میتونید همینجا لباساتون رو عوض کنید، قشنگ استراحت کنید، بخوابید. ما عروسی رو برگزار می‌کنیم میام خدمت. نه چایی اون وقت شما اونورم فرار کنی. ببین من تا آخر عروسی چشم به چشته. ببخشید آقا جون من دیرم شده برم با اجازه. من کلیدو از شما در میارم. حالا ببین چرا ماست برده؟ ها؟ میگم چرا ماست برده؟ هیچی میخواستم بگم سرکار این خیلی زایی است. سرکار کلید بیاد. مخواستی کارو بد نکنید اصلا نخورید. خودت هم نمیتونی بپوشی. باید بیا بریم جلو آینه. نگاه میکنی سرکار ها؟ چه هیکلی نگاه کن. خودمو نمیگم تو رو میگم. چرا نشوی سرکار؟ الان درستت کنم. ببین واه این جمالت عشقه. اصلا رنگ توسی رنگ توه. تو اینو بپوشی یا توسی رنگ سال میشه. فکر میکنی الان قشنگ شده؟ سرکار
چی؟ دستشویی. من همیشه این موقع من باید یه دستشویی برم وضع کلی هم خود ناجوره اینا، چون اگر نرم ناجور میشه. یه کاری بکن. بی خود عزیز من، دستشویی نداری حالا ما این وضعیت؟ امکان نداره. حقوق بشر چی میگی؟ امکان نداره. یا خود به حقوق بشر فکر کن. ما حقوق بشر علیم نیست مگر که رو جنازه برد چی؟ برای من کجا باید برم بس؟ باید برم دستشویی دیگه. بی خود. عروس خانم رونما میخوان یه لبخند تحویل ما بدن؟ بابا الان کجاست؟ چسبیده به اکبری، منتظرن تا من کلید دستبند رو براشون ببرم. آها پس همینه که تو همین. دخترین آرایشگره دانشجوی پرستاریه. خیلی اتفاقی برگه آزمایش بابا رو دید. حتما اونم آپانتیس قلبی آقا جون رو تایید کرده دیگه. بابا توی زندان ایدز گرفته. ایدز؟ نه خیر نمیشه، این دستبند باید باز شه. من دستم داره کنده میشه، هنوز به دستشویی نرسیدم. من چیکار کنم عزیز من؟ قربونت برم اکبری جون، یه خودت کش بده ببین شدنی ها. ببین من دارم خودم قربونت برم، مگه پنیر پیتزاست؟ خب دست دیگه کارتو بکن دیگه. ای بابا داخل تلاشتو بکن قربونت برم. این چی بود؟ فقط ازت خواهش میکنم نذار این قضیه جای درس پیدا کنه. آخرش چی؟ بالاخره دیر یا زود این بیماری علائم خودشو نشون میده. اون وقت هم آبرومون میره هم بابا رو از دست میدیم. بذاریم مراسم به خوبی و خوشی و با آبرو برگزار شه، بعدم برای معالجه‌اش یه فکر اساسی میکنیم. بعدی بیماری ایدز اینه که درمان نداره. وای بگو این بنده خدا چه تقلایی برای فرار میکرده. نگو میدونسته چه بیماری لاعلاجی به جونش افتاده. سینا باید بعد از مراسم بابا رو فراری بدیم. مگه زده به سرت؟ من نمیذارم بابا آخر عمرشو پشت میلای زندان بمونه. خودم فراریش میدم. سلام مادر. گوشاش سنگینه نمیشنوه صداتو. چشاش هم کم سوه نمیبینه. کاش مادر من زنده بود. همینطورم بود. میذاشتمش رو چشام. خدا بیامرزتش. بریم الان عروسی دیر میشه، کاسه کوزه سر ما میشکنه. بریم آقا. میگم تو چه بگی عروسی؟ نفهمیدم حالا کیلو پیدا کرد یا نه، چی داستانی شده؟ حتما پیداش کردن. چی شد؟ آقا اکبری این آقا داره من میشناسم، با من حرف بزن که من نشناسم. خلاصه آقا ما تو همین وسط ماموریت بودیم، یه تلفنمون زنگ زد، بعدش دیدیم کیه، دیدیم شرلوک هولمز. آقا زنگ زد بهمون گفت اکبری ما یه فرمانده. سلام آقا صابر تجلی. سلام آقا. اصلا نباشید. آقا چشمون به جمال شما روشن شد. دیگه پیش ما نمیای؟ حالا حاج آقا همون دوتایی که گرفتیم واسه 7 پشتمون. با حاج آقا خانم دومم ها. علیک سلام. ماشاءالله همیشه پشت من بوده. میگم حاج آقا شما خیلی خوش اومدید. تشریف ببرید تو، ما حتما خدمتتون میرسیم. بفرمایید. با اجازهتون. یا الله. چی شد؟ خدا به همون رحم کرد.
آقا سینا خیلی اتفاقی پیداش کرد. چیه؟ بده من. من چیه؟ بده من. بازش کن. میره اینجا با میکنه ببینید توی جای خبر کسی نهیمه. آره راست. بیا. بودو. کاته رفته بود که من مادر داماد من دید آب رئیسیتم رفت. بازش کن. با کنم؟ بازش کن. باش با میکنم. ببین فقط وای به حالت اگه فکر فرار به سرت بزنه. آبرو تو جلو هر چی مهمونه به هم میریزم. با کنم؟ اصلا باز کن. اصلا ابدا. ریکشو باز کردم. ما هم دیگه رفیق شدیم. خجلی آخرشو بهت بگم. مادر پیرمونو که دیدی تو اگه فرار کنی وقت من به خاطر تو باید بیفتم آب خنک بخورم. مادرم دق میکنه وقت من هر جا ببینمت میتره کنم تا خدا نکنه تو مادر نازنینی داشتی. خدا اون بشده بازش کن. ها کردم. به افتخار عروس دومادت گلمون یک کف من بعد از تمام شدن عقد وقتی رفتیم توی سالن باید با یه نقشه بابا رو فراری بدیم. بسپرش به من. بذار پای عقدنامه رو امضا کنه. بعد درد گره؟ من کجا میدونستم تو پشت در داری میوه میخوری؟ یادم نبود که از شما اجازه بگیرم کی بخورم. بعد از این اجازه بگیرین حتما دیگه تکرار نشه ها. منو از سر سفره عقد کشوندین اینجا که دعوای شما رو تماشا کنن. بس کنید تو رو خدا. صابر غیبش زده. غیبش زده؟ مگه اکبری باهاش نیست؟ دستبندشو واز کرده خودش هم داره اون جلو نگهبانی میده. فکر کنم صابر فلنگو بسته. امکان نداره. ما قرار داشتیم بعد عقد بابا رو فراری بدیم. چی؟ ماجراش مفصله. فقط تا همین حد بهتون بگم که ما قرار داشتیم بعد عقد بابا رو فراری بدیم. یه جورایی پای مرگ و زندگی در میونه. حالا شما برین با آرامش به مهموناتون برسین تا منم بابا رو پیدا کنم. آخه مردم نمیگن عروس راه افتاده این ور اون ور که چی بشه؟ به نظر من تو همینجا بمون تا ما بریم به مهمونا بگیم قبل از عقد پدر عروس و عروس یکم با هم خلوت کردن. منم میرم دنبال صابر میگردم چون حدس میزنم هنوز تو خونه است. از من میره شناسنامه ها رو میده به آقا تا سرشون گرم شه. خیالتون راحت باشه اگه صابر بفهمه که ما میخوایم فراریش بدیم خودشو نشون میده. میگم نکنه برای صابر اتفاقی افتاده نمیخوای به من بگی ها؟ سلام علیکم آبجی. ایشالا به پاهم پیر چین. سلام مادر. چشاش سنگینه نمیشنوه صدا. چشاش هم کم سوه نمیبینه. کاش مادر من زنده بود. میذاشتم ایشونو چشام. بابا تو دوست نداری عروسی منو ببینی؟ فکر آبروی دخترتون رو نمی کنی؟ خوشبختی اون واسهتون مهم نیست؟ نغمه تو که هنوز اینجایی؟ باز که داری گریه میکنی. ببین من بهت قول میدم بعد از مراسم آقا جونو فراریش بدم. نقشاشم کشیدم. بیا 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 نغمه جان عاقل فقط منتظر من و توه.
به عروسوما چه خلوتی کردن. بیایید دیگه، عاقد منتظره. با شما هم اینجایین؟ بله. نغمه قرارمون. من از نغمه خواستم یه 10 دقیقه قبل از عقدمون با هم صحبت کنیم. الانم من و عروس خانم در خدمتتونیم. الهی قربونتون برم. الهی سفید بخت بشین مادر. بیاین عاقد منتظره. بیاین. سلام. خجالت نمیکشی شما؟ معلوم اون بالا چی کار میکنی؟ من از این بالا راحت‌تر به امور رسیدگی میکنم. شما اینجا چیکار میکردی؟ من هیچ. من اومده بودم دنبال اون پسر کوچیکم بگردم. یک شریه تا برش میکنی یه گوشه آتیش میسوزونه. نه اینجا نبود، من دیدم. صابر کجاست؟ صابر؟ بله شوهرتون. من میدونم کجاست، توه. آره آخه دارن خطبه عقدو میخونن. من باید اونجا باشم. دروغ نگی؟ نه. پس منم میام. خب خودتون میدونی. با اجازه. عروس خانوم، بنده وکیلم شما را به عقد دائمی آقای سینا هداوند فرزند مجتبی با مهریه 1 جلد کلام الله مجید، 14 شاخه گل مریم، 1 سفر حج و 14 عدد سکه بهار آزادی به نیت 14 معصوم در بیاورم. بنده وکیلم. اینجور که بوش میاد عروس خانم بدون اجازه پدر مادرش رفته گل بچینه. برای مرتبه دوم عرض میکنم. بنده وکیلم. تو که اینجایی؟ پس قراره کجا باشم؟ بابا رو پیدا کردی؟ نیست که نیست. هر جا دنبالش میگردم نیست. این اکبری هم شک کرده، پاشد اومد تو اتاق عقد. عاقدم داره خطبه عقد رو میخونه. امیدوارم عاقد روسی نشه. حاج آقا داره خطبه عقد رو میخونه؟ آره بابا، من خودم شنیدم عاقد داشت خطبه عقد رو میخون. تو هم میخواستی بله رو بگی. عروس خانوم، برای مرتبه آخر عرض میکنم. بنده وکیلم. نه ترسید بابا، این رسم خانوادگی ماست که پدر عروس شب عروسی لباس عروسی بپوشه، به داماد گوشزد کنه. مبادا حبو بیاری سری دختر من. ها؟ خوشید اومد؟ تو هم از این کارا بکن. آره بچه. و اما عروس اصلی تکدان دخترم. بابا صابر افتاد فردایی سرت. رسم عجیب و تازه‌ای بود. خود بنده با دیدن عروس خانوم به جای آقا دوماد داشتم سکته می‌کردم. عروس خانوم بالاخره من وکیلم. با اجازه پدر مادرم و همه بزرگتر مخصوصا مادر شوهرم. بله. بشم مادر قربون قد بالا. به مبارکی و میمنت و دل خوش. زنده باشی حاج آقا. راستش اصل مهمونی توی سالن مجلله. دوست دارم شما و خانواده تشریف بیارید. بفرمایید. زنده باشین. بنده باید یه مجلس دیگه ای هم برم. با اجازت. یا الله. صابر بیا. شده زشته. الان میاد. عاقدم رفت. دره ببندم که کسی حرفای ما رو چی نشنوه. خب نغمه هم رفت. حالا شما منو بنگرید. من چه فرمی شدم. صابر بی سیبیل. نگاه کن. برو بابا. چتونه؟ باز شما دوتا با هم دعواتون شده. خیلی خب من میرم، شما اینقدر بزنید تو سر هم دیگه تا من بیام. دعوا چیه؟
میخواستیم بهت بگیم که سینا برات نقشه ریخته. سینای فسقلی برای من نقشه ریخته؟ باز چی خودتو میزنی به اون راه؟ نقشه فرار دیگه. فرار نه دیگه. من دیگه اون صابر نیستم. من دیگه بچه خوبی شدم. من دیگه قصد فرار ندارم. وا چرا شوخی میکنی؟ الان موقع شوخی کردنه؟ آخه یعنی چی این کارا؟ اما موقع تو باید مواظبت بودیم که فرار نمی کردی. حالا الان بهت میگیم فرار کن، ناز میکنی؟ آره ناز میکنم. نه ببین من دیگه نمیتونم به خاطر آزادی که تازه معلوم نیست گیر بیفتم یا نیفتم این زندگی این بنده خدا اکبری رو چیکار کنم؟ متلاشی کنم. هر کی دیگه جای این بود الان 30 دوره منو فرستاده بود زندان، برگردونده بود، ولی این موند. به خاطر چی؟ تکدون دخترم تمام خطرات رو به جون خودش خرید، به من اعتماد کرد که اون اعتماد برام 1 دنیا ارزش داره. ببینم پس قضیه آزمایشگاه چی میشه؟ آزمایش؟ کدوم آزمایش؟ مداوا چیه؟ چی دارید بگید؟ آقا صابر جان ببین ما خبر داریم که تو ایدز گرفتی. کی این مزخرفاتو به شما میگه؟ من ایدز گرفتم؟ بابا همون برگه آزمایش که تو بیمارستان بهت دادن. الهی بگردم خودت خبر نداشتی. آزمایش؟ فهمیدم. همون برگه که دادم به سینا اون شب. بابا اون مال اتاق 309 بود، مال یه معتاد دکتر اشتباهی داد به من. راست میگی؟ مست بگیر. اون حرفا چیه؟ دروغم چیه؟ یالا بینم راه بیافتید عروس‌آبادو بفرستید سالون که همه مهمونام منتظرن. یالا بینم بفرمایید. بعد بگو که داشتم سکته میکردم. واقعا داشتی سکته میکردی؟ من دارم میرم. شما حرفی چیزی نداری؟ چرا؟ آقا صابر جان بریم، من خیلی دلم واسه قلبازیات تنگ میشه. منم دلم برای تنگ میشه. صابر خب میدونی که زن اول یه چیز دیگه هستم. بابا جون من که خیلی بهت افتخار میکنم. آقا جون همون جوری که اون روز بهتون قول دادم از همین امروز میافتم دنبال کاراتون. الانم جلوی همه بهتون قول میدم که یه بار دیگه از شاکیاتون واسه هممون فرصت بگیرم. بنازم به اون انرژیت. حتما این کارو بکن. امیدوارم کن. خب همتون رو دوست دارم. مواظب خودتون باشید. برو پیش مامان. بای بای. ازم گریه نکن. خب جناب اکبری در خدمتی. صحبت ها تموم شد؟ بله. دیگه نطقی نداری؟ نه خیر. من تو این 2 روزه یک دوست بسیار خوب چون تو پیدا کردم. صحبت نباشه. بریم. شریک جرم و حادثه در این سراب کهنه شهر در بین هجوم عشق و آه و خنده تنها گریز تو در این نبرد پاشو از درون جرم و کینه پاشو رها کن از خودت زنجیر و قفل و بند جای نداری و خرابی و درد همیشه عاشقی کن و بعد با زندگی بخند
از درون جرم و کینه پاشو. رها کن از خودت زنجیر و قفل و بند، جای نداری و خرابی و درد. همیشه عاشقی کن و بعد با زندگی